سلام علیکم بینندگان گرامی. براستی همی مطالعه کتاب استاد لایق شرعلی را داشتم. یک چهار مصرع به حد شعر پرمعنی از نسلم برآمد. میخوام همین شعر را اول قرائت کنم و باقی مانده صحبت را با شما امروز دوام دهیم. بالا بطلب برو ز خود بالاتر، مولا باشی باز بشو مولاتر. گر آب شریک و نان شریکیم خوش است، ناموس شریک اگر بویم اولاتر. مخصوصا انا همین شعر برای همان نفرانی هستند که از خارج کشور امروزها به طریق شبکه‌های اجتماعی انا همین جمهوری تاجیکستان ما را پست میزنند. شما کبیری و همسلکان شما از دور میستید و مردم تاجیکستان را ساده خیال کرده باز برای درست میبرید. اما افسوس شما خطا میکنید. ان همین لایق شرعلی بر خاطر شما باری نوجوان مردم ان همین شعر نوشته است. ما امروز خلق تاجیکستان مخصوصا خلقی که عادی هستیم شکرانه میکنیم، مهنت میکنیم، عرق میریزونیم، یک دهان نان را از مهنت خودمان میخوریم، اما محتاج و سرخم مردم خارجی هیچ وقت نمیشویم. چون که این وطن ماست، این وطن باباگی ماست، این وطن ماست که مثل شما بریم به خاک پاش دادن. لیکن مردمی به ناموس ما جمع شده همت بستیم، میان بستیم، ان همین وطن را بنیاد کردیم. هیچ وقت ما آن وطنی را که به خشت جان خود ساختیم به گفته های شما، با آن دروغ های شما، با آن پسزنی های شما باد نمیدهیم. چی آبادی کردید شما؟ چی کار کرده؟ شما بغیر از طفل را به پدر، زن را به شوهر، خانه را به تارپوش کار کردن نتوانستید. من همچون یک شهروند، همچون یک استقامت کننده تاجیکستان این سخن را میگم. تاجیکستانی که شما به نیستی برده بر اف کیسه های خود کار کرده، نام هزار آدم را، نام هزار کسی را پس زده. دیدید که از دستان کار نامه باز رفته پیش خارجی ها با منبع گذاری و باز با طریق شبکه‌های اجتماعی مرده که ناموس داره وطن آباد میکنه. مرحمت نکه مردم رو برای گمراهی به آن راهی که خود رفته نبرید. الکی مردم یک مراتب عذاب رو کشید. چی در کار ناآباد ساختن وطن، چی در کار کلبه آباد را ویران ساختن. پس نکردید آبادی. ناموس این جوان مردی نداره. روید به همون راه خود، بیزار ماند مردم را. به همین هم مردم به پای دروغ شما را باور هم نمیکنن. آنها یک بار وقت اف دیدن، دوم بار اکتا از ساقت میگذارن میرن چکری ها را. یک بار شما چکری شده در خود غرق کردن مردم را. خود کو کسی نیسته. شما همون گرگای هستید که از دور آواز میکشه، شیر را که دیدید میگریزید. شما ان همون آدم هستید. امروز من باوری دارم امروز باز همون چهار آدمی که در گرد خود جمع شدن یک بیماری در افتی از پیش میبرن دستانه میگیرن. برای شما همون دوره در تربیه یافته. ما چی؟ ما شکر میگیم، شکر نمی وطن میگیم، شکر نمی آبادی میگیم، شب میگردیم، روز میگردیم. ما را کسی نمیگه از کجا میریم. یک کس ما که عرف دیدیم دست یک دیگر میگیریم. از یک گریبان سر برون نیاریم ما. در یک جای دیگه خوندم باز من علم دارم. در اینجا پیشواز میگیرن این خیر او خیر ساخته است، دروغ است گپی تو. توی به تو که پیشواز میگیرن این برای تو ساخته شد. من شاهد بودم
چقدر تلاش ها میکنن مردم برای استقبال گرفتن. کیرا ترا نه تو آرزو میکنی خیلی پیشوازگیری ره. انا مرده کرا که از خاک از سنگ آن همی وطن ساخت بنیاد کرد. امروز آن همی کودک آن همی وطن لبش در خنده است. شما بغیر اشک چشم مادر هیچی نآورده. هیچی. یک پارچه نان گندم بود همون را از خانه‌اش گرفته برده. چی کرده؟ کجا شده؟ بیاین مرمت سازین و بود کنیم وطن رو. از آن یکی اپیزیوتی گم میزنه. از آن یکی تاجیکستان رو به زبان پس میزنه. هیچ وقت فکر نکنه چه ما رو باور میکنن. زیرا که هر روز میبینن از دولت‌های خارج میبینن حالا که این میدونه خودشون وطن چقدر آباد است. با او گپ همه تاجی که قشلاقی با او شفشفی تو هیچ که باور هم نداره. برای آنه که اونها میدونن اگر تو وطن دوست باشی، تو ملت دوست داری، تو فرزند خودت دوست داری، پدر مادر خودت دوست داری که انمی خاک انمی وطن آنها را پرورش کرد، تو هیچ وقت وطن خودت پس نمیزنی. لیکن تو نه مهر بر وطن داری، نه بر مادر داری، نه بر دیگر. که انا همان وطن داری به وطنی که از تو به وطن بهتر است. آنها به وطن اونی هست که نمیدونه وطنش کجاست. به هر نیاگانی که رفت محبت داره. تو چی؟ تو هیچی. برای 2 سوم، برای 10 سوم، برای 100 سوم وطن رو فروختی. وقتی که تو برای 10 سوم وطن رو فروختی، تو وطن نه کبیری قطعی و هم مسلکانه شما ناموس رو فروخته. امروز شما اون ناموس رو تلاش کرده سه برگردونید نمیتونه برگردوندن. شما با انمی ارزوهای درینه خودتون و ارزوهای امروزه و فردتون قطعی میروید. بازم تاکید میکنم مردم تاجیک را ساده حس نکنه دیگه. آن فریبی که در سالهای 90 کرده باید فراموش کنه دیگه. امروز مردم میدونن که حق است و که ناحق. امروز مردم میدونن که کی را دستگیری نمایند. چون که یک دهن نان یافته خورده استند. رفته به خاطر یک نان بلای جان خیرنگی خود دادن. امروز مردم تاجیک ما تاجیکا نیم تنها میخوریم، میکنیم راحت جان میخوریم، در انمی خاک و سنگ وطن میخوریم. ای برادر، مگر شما پیشروی دیار خدا، پیشروی وطن خدا دیده رشکت میبیاید، حساس میخوری و پس تو نکردی و هستن جوان مردمی بناموز که وطن رو آباد میکنن. تو همون بخیلی که انا همون دل خود برای خود نمیسوزه. شما همون بخیلای جمع شدگی خودت با اون نفره که در گرد جمع شده بغیر از سیاه کردن، بغیر از افسانه خلقی بافتن گپی دروغ خود را از سوخته در بخودتون دیگر هیچ گفتن نمیتونیم. من باز تحقیر میکنم، باز میگم در اینجا مردم اون مردم سال 90 هم نیست که فریب کرده. این مردم علکه سفید از سیاه، ار عیبه شب از روز، تلخ از شمین فرق میکنن. حساس نخیره دیگر، عیب است. شما بجای و حساسی وطن اخته خوردن یک گوشه وطن آباد میکرده و جوان مردی شما بود. من این رو از نام کل انمی جوانان تاجیک باوری دارم که هیچ وقت با افسانه های کوچک تو، با او گپ های بی منطق تو، با آن گپ های بی معنی تو باورم نمیکنم. آباد کننده بود دیگه گوشه وطن آباد نکردین. پدر و مادرتون شاد نکردین. چی کردین؟ چی؟
شوهر کشتین، زن صاحب شدین، کودک یتیم کردین. ادو دیگه هیچی نکردین. برای خلق تاجیک بجوش سیاهی، بجوش شب تاریک هیچی آوردگی نیستین. میگیم شگر آن همون شب تاریکی شما آوردن در یک مدت کوتاه روشن شد. تاجیکستان امروز مردم تاجیکستان آباد شد، وطندار شد. شما چی شده؟ بی‌وطن، حساسخورا، بخیلها، رشکبرا. شما هیچی نشده. برای من والله به خدا اینمی خاک قدر دارد، کبریت ذره قدر نداره. همسلکویت را من قدر نداره. اگر پا به همین وطن مانه، همون خاک وطن را پاش دادن در کار. چونکه پای کثافت شما در این وطن رسید. سوخته ای بخیلتانه، درونی در گرفته. همون تا انشاءالله رحمان شما خلاص میشویم. او آرزو و هوس پس پرده شما همون خیلی باقی میمونه. سلام باشید.